11.5 سال زندانی شد اما کسی که سرباز وطن رو بلغت زد است. این معنا شده است که دولتی گناه نمی بخشد. این شما اخبار فیسبوک و اینترنت ببینید، هر روز جنگ میشه، دیگر میزنه میگه بازداشت شد 5 روز یا 10 روز به جزای ماموری حبس شد، ولی اینا 11 سال او بچهای مایدش 7 سال 8 سال دادن. یعنی این سخت‌ترین جزا، چون که این سرباز زدن، به سری سرباز زدن، به میان سرباز زدن، یعنی به سری وطن، به میان وطن زدن، انا میخواد قبول کرد دولت ما. و سخت‌ترین جزا برابر آدم کشی حکم دادن به اینو. یعنی سرباز یک شخص مقدس است، افسر یک شخص مقدس است. وقتی سرباز رو زنند، روحیش شکنند، شخصیتش شکنند، او اگر پهلوان هم باشه او قهرمانی کرده نمیتونه. بنابراین نه تنها جسم سرباز، روحیه سرباز، غیرت سرباز، ناموس سرباز هم موضوع حمایه وطن است. از امیر رو وقتی که همو حادثه شده بود و یک نواری لطکوبی سربازو برآمد، من در همون شب یک شعر نوشته بودم، شاید تا گوش همه شما رسیده است. اونجا گفته بودن که تو چونین بر سری سرباز نزن. امیر شنیدید؟ سری او فرق سری این وطن است. یعنی سری سرباز سری وطن است. سری او شکند، سری وطن هم میشکند، چون وطن به صاحب میشه. کمرش رو مشکن، کمری او کمری این وطن است. جگرش رو تو لگد کوب نکن، جگری او جگر این وطن است. مادر او را به وطن بسپرده است که از این پس پسر این وطن است. شرفش را تو چنین پست مزن. یعنی سرباز یک شخص مقدس است، افسر یک شخص مقدس است. همین یک سنت قدیمی ما در دولت داری هست، در دوره کوروش کبیر. ولی شما فکر میکنید که همین لباس حربی شما از روسا و از اروپایی ها یاد گرفته نیست. همین لباس حربی یک خیله لباس نظامی رو این نیاگان ما اختراع کردن. در دوره هخامنشی ها، در دوره کوروش یک قانون برآمده بود، گفتند که کسی برای وطن خدمت میکند، کسی به صف ارتش میرود، کسی وطن رو حمایه میکند، کسی وعده میدهد که جانم رو برای وطن میسپارم، همون با او یک لباس علایده میدادن، این خیلی رنگ، و همین لباس تمام وقت پوشیده میگشت. و وقتی که با همین لباس در کوچه پیدا میشد، میگفتن که انا فدایی وطنم، چون میگفتن که این برای وطن، برای حمایه ما خودش رو بخشیده است. همین لباسی که پوشیده است این کفنش است، این الکی تیار است که برای وطن از جانش گذشت کند. بنابراین این لباس مقدس بود در فرهنگ ما، در فرهنگ خارجی. من نمیگم، یعنی فرهنگ بابای ما و شما همین لباس اختراع کرده و میگفت که کسی به لباس نظامی میگرده و دخل ناپذیر است و دولت مردم تامین میکند، چون که این لباس معناش این است که شما برای حمایه وطن، مردم، امنیت و ثبات این کشور آماده جان خود را ببخشید. بنابراین چنین آدم را زدن حتی گناه است. این است که بینید دولت ما وقتی همه حادثه آشکار شد با سختترین جزا، وگرنه اگر شما در همین کوچه یک کس 2 لغت زنید 5 روز حبس میکنند، 5 روز جزای مأموری میتیند.
ولی برای زدن سرباز 11.5 سال دادن. خلاص شما دیدید امو حکومه 11.5 سال زندانی شد امو کسی که سربازی وطن رو بلغت زده است. این معنا شده است که دولتی گناه نمی بخشد. این شما اخبار فیسبوک و اینترنت ببینید، هر روز جنگ میشه، دیگر میزنه میگه بازداشت شد 5 روز یا 10 روز به جزای ماموری حبس شد. ولی اینا 11 سال او بچهای مایدش 7 سال 8 سال دادن. یعنی این سخت‌ترین جزا، چون که این سرباز زدن، به سری سرباز زدن، به میانی سرباز زدن، یعنی به سری وطن، به میانی وطن زدن، انا میخه قبول کرد دولت ما. و سخت‌ترین جزا برابر آدم کشی حکم دادن به اینو. بنابراین در این مسئله هم افسران عزیز، هم سربازان عزیز، همون محبت همدیگری رو نگاه داریم. و چون روز وحدت است، وحدت فقط همون شرطنامه حزبای سیاسی نیست. اخمی سحر شما همی هم خدمتت دیدی، از سلام گفتی، یعنی گفتی که من برادر عزیز، هم خدمت عزیز، من وعده میدم که از طرف من به تو یک ذره هم خطر نیست، چون که من دوستت هستم. او را هم خیلی وعده داد خیلی با در طول روز با او جنگ میشیم. پس این یا ندانستنی معنی سلام است، یا که یک نامردی که میگن که اینمی سحری وعده داد که از طرف من پروا نکن، یکم خطر نیست، اینا بگه میام میگه مرا به شته میزند. بنابراین من خواهشم این است که هر وقتی به همدیگر سلام میکنید، شما که معناش در ذهنتون گیرید که سلام یعنی وعده صلح و آرامش و بخطری، کفالت. چرا پیغمبر گفتن که سلام این پرول مسلمان ها است. این یگان جای تاریکی ده، یگان جای جنگ ده، شما یگان آدم روبرو آمده شده نمیدونی که همین کی است، ممکن دشمن است، ممکن میکشد. برای آن گفتن که همین سلام گویا این پرول است، میفهمین که این نمیکشد، یعنی این دوست آدم خودمون است. یعنی با سلام گفتن شما میگی ما آدم خودت هستیم، ما دوستی خودت هستیم. انا از امیر رو شما با واسطه سلام هر روز، هر سحر، هر نصف روزی، هر بگو با همدیگر شرطنامه دوستی دارید. و کسی که این شرطنامه رو خراب میکند او علاقه از عنوان جوانمردی، از عنوان انسانی پاک بیرون میشد. بنابراین همین سلامی که هر روز میدهید از این بعد همی خیلی نگاه کنید که یعنی من با این برادر هم خدمت سلام کردم همی سحر، پس این باید از طرف من یگان خطری نسبتی او نباشد. همین که دو سرباز با هم دوست است، همین که دو افسر با هم دوست است، همین که جمع سربازان با هم دوستانه زندگی میکنن، هدف یگانه دارن، در دفاع وطن پهلوی هم میستن، این همی وحدت است. وحدت که شرهای سیاسی و مرکب و ایدئولوژی داده نیستید. همین همزیستی شما، همین یک مشت بودن شما در دفاع وطن، همین خودش وحدت. چون ما در مرغاب هستیم، در بدخشان هستیم، من میخواستم بگم که مسئولیت شما دوچندان یا بگیم 10 چندان است، زیرا شما در منطقه هستی که با 3 دولت خارجی هم سرحد است. این هم با قرقیزستان، هم با چین، خیتای، هم با افغانستان. بنابراین این حساس ترین منطقه کشور ماست. از همین رو حمایه مرز ما در این طرف هوشیاری 10 چندان طلب میکند. از این رو کسی اینجا خدمت میکند، خصوصا در این باد و هوا، خصوصا در همین اقلیم. ما یک شب ایستادیم بینید نفس هم میگیرد. آفرین شما که نمیجا 2 سال میستید، 1 سال میستید، 2 سال میستید و برای وطن
парвои нафас ҳам намекунед, парвои саломатӣ ҳам намекунед. бинобар ин шумо сазовори ҳама гуна эҳтиром ҳастед.